سلام عرض میکنم خدمت تو دوست عزیزم. من سهیل بیگی هستم. خیلی خوشحالم که در این قسمت برنامه در کنار همدیگه هستیم. موضوع این قسمت از فایل ما احساس لیاقته که یکی از مباحث بسیار مهم در رسیدن به روابط عاشقانمون، به ثروت، به درآمد یا هر چیزی هست. احساس لیاقت چیزیه که ناخودآگاه ما رو درگیر کرده دوستان. یعنی ناخودآگاه ما درگیر بی لیاقتی شدیم، ناخودآگاه ما درگیر بی ارزشی شدیم، ناخودآگاه ما درگیر این شدیم که خودمون رو با ارزش ندونیم، خودمون رو لایق ندونیم. این هم به واسطه حرفایی که شنیدیم از دوستان، معلمین، آشناها، از فیلم‌ها، سریال‌ها، از برنامه‌هایی که توی این اینستاگرام هست یا توی یوتیوب هست یا تو شبکه‌های اجتماعی، باعث شده که ما اون لیاقت و اون حس لیاقت خودمون رو فراموش کنیم. یعنی اگر تو رابطه ترسی داری، نگرانی داری، فقط به خاطر اینکه خودت رو بی‌ارزش میدونی، فقط به خاطر اینکه خودت رو لایق نمیدونی، فقط به خاطر اینکه ارزش برای خودت قائل نیستی، خودت رو اونجور که باید با ارزش نمیدانی. کسی که خودش رو اونجور که باید با ارزش نداند تو رابطه میترسه، نگران میشه، انواع ترس ها، انواع دلهوره ها، انواع نگرانی ها میاد سراغش. و اگر تو رابطه این هستی، باید خیلی رو خودت کار کنی. باید رو خودت کار کنی و احساس ارزشمندی خودت رو باور کنی که من ارزشمندم، لازم نیست نگران چیزی باشم. من ارزشمندم، من لایقم، من دوست داشتنی هم، من لازم نیست نگران چیزی باشم. من لازم نیست که نگران اتفاقات توهمی که در آینده برای بقیه پیش اومده برای منم قراره پیش بیاد. نه، اصلا اینطور نیست. منی که احساس لیاقت میکنم لازم نیست از چیزی بترسم. و تمام آدم ها جذب افرادی میشن که برای خودشون ارزش قائلن، خودشون رو ارزشمند میدونن، حرفاشون رو، چهرهشون رو، جسمشون رو، قدشون رو، هر چیزی که هست رو با ارزش میدونن. همینی که هستن رو با ارزش میدانند. برای خیلی از شما شاید سوال شده که چطور مثلا یه نفری که هیچی نداره، نه از نظر ما قیافه داره، نه از نظر ما قدی داره، نه از نظر ما نمیدونم اصلا هیچی نداره، هیچی، واقعا هیچی، چرا مردم این پروانه دور این شخص میگردن؟ چرا وارد رابطه های فوق‌العاده میشه همیشه؟ چرا مثلا این همه آدم میان بهش محبت میکنن، این همه آدم بهش عشق میورزن؟ جوابش یک کلمه است: اون خودش رو با ارزش میدونه، اون خودش رو لایق میداند. و برای لایق دونستن خودت لازم نیست کسی رو بکشی پایین که خودت بری بالا. فقط لازمه که خودت رو با ارزش بدونی، خودت رو لایق بدونی. بعد دیگه اون موقع که یه ذره رو خودت کار میکنی، به این درجه میرسی که آقا من خودم لایقم، لازم نیست بقیه رو بکشونم پایین، لازم نیست اصلا برای بقیه اظهار نظر کنم که بقیه تو چه مرحله‌ای هستند و آیا تو اون مرحله‌ای که هستند درست هست یا نیست، آیا لایق اون رابطه که دارند و از نظر تو که اون شخص لایق اون رابطه نیست، آیا لیاقتشو دارند یا ندارند. دیگه از فاز مقایسه کردن خودت با بقیه میای بیرون و فقط به فکر به فکر رشد خودت میشی و فقط میفتی به فکر رشد شخصیتی خودت، رشد درونی خودت. و همه اینا با کار کردن روی احساس لیاقت اتفاق میفته. من فایل های زیادی راجع به احساس لیاقت درست کردم، افکار زیادی رو بررسی کردیم با هم راجع به احساس لیاقت. اگه دوست داشتی میتونی بیای دایرکت و من فایل ها رو برات بفرستم و استفاده کنی ازشون و هر روز شخصیت تو قوی تر از دیروزت بکنی. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای برنامه در کنار هم دیگه بودیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم که بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.